در موج برنامه اطلاعاتی خبر. تهیه برنامه 5 ساله رشد تئاتر توجیک. چی باید کرد تا تئاترها زیاد شوند؟ سوگند یادگونی نوازکاران کمیته دولتی امنیتی ملی در حضور رئیس نوی ولایت مختاری کوهستان بدخشان. این خبری دروغ است. در سوق حادثه سنگباران شوی ماشین قرقیزها را رد کردند. زد و خورد گروهی در دمدید و پلیس گفت عاملان را معین میکند. درخش قوی قطبی در کمچاتکا به نوار افتاد. با شرح بیشتری این خبر و رویدادها با شما هستم. مرتبه رحمان و سلام. وزارت فرهنگ تاجیکستان نیت دارد سال آینده برنامه دولتی رشد تئاتر برای سالهای 2023-2028 را به حکومت پیشنهاد نماید. میرزا علیم سیدو سرداری ریاست صنعتی وزارت فرهنگ میگوید فعلا در جمهوری 18 تئاتر کسبی فعالیت دارد. تاکید شده است که در سالهای صاحب استقلالی 4 تئاتر کسبی، تئاتر جمهوریوی، موسیقی دراموی در ناحیه دنغره، تئاتر تماشابینی نورس در شهر خوجند، تئاتر جمهوریوی درامای موسیقی به نام محمد جان واحدوف ناحیه اشت و تئاتر ولایتی لختکی افسانه در شهر بختر تأسیس یافته است. در شرایط امروزه برای رشد ساحه و جلب تماشابین سیدوف ضرور خوانده است که راهبران تئاترها همکاری با اتفاقهای ایجادی و ادیبان را جهت ایجاد اثرهای دراموی موافق به ذوق تماشابین امروزه وسعت دهند. در مورد تاریخ تجلیل روز تئاتر توجیک ذکر شده است که بار اول 7 نوامبر سال 1929 تئاتر دراموی به کار آغاز کرده است که بعد سال 1933 با آن نام ادیب ابوالقاسم لاهوتی را گذاشتند. نوازکاران قسم‌های حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان در یک مراسم تنتنوی سوگند یاد کردند. خبر داد دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت. با اطلاع منبع اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختاری کوهستانی بدخشان علیشیر میرزاناباد نوازکاران را شادباش گفته به نودعوت شدگان دلیری و متانت و در اجرای وظیفه پرشرفشان برار خواست. مورد به ذکر است که اخیراً گنرال علیشیر میرزاناباد در وظیفه رئیس ولایت مختاری کوهستانی بدخشان یادگار فیضاو را عوض کرد. میرزاناباد تا رسیدن به این کرسی در منصب رئیس شهر خوروغ کار میکرد که سال 2020 به این وظیفه رسیده بود. طی 2 سال معاون رهبری ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هم بود. نام برده رتبه گنرال مایور داشته تا سال 2018 در وظیفه معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان کار کرده بود. رتبه گنرالی را نام برده سال 2019 به دست آورد. مطلوب جورابوی و معاون رئیس جماعت خسته ورزی همرز با ناحیه لیلکی قرقیزستان در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان حادثه سنگپرتایی به سوی ماشین‌های قرقیزها از جانب نظامیان تاجیک را رد نمود. این در حالی است که کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان دیروز در رسانه‌های این کشور درباره آسیب دیدن ماشین نظامیان قرقیز از سوی سرحدبانان تاجیک خبر داد. بر پایه خبری نشر شده کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفته است که حادثه روز 4 نوامبر در ناحیه لیلک در قطعه راه ارکبار بردوک در روبروی نقطه فروش سوزشواری باستان رخ داده است. حادثه طوری رخ داده است که گویا یک مرزبان قرقیز سواری ماشینش کوششی گردش کرده است و در جریان این حرکت ماشین را 5 نظامی تاجیک سنگباران کردند. آمده است در خبر کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان. اما مسئولان جماعت‌های نزدی مرزی سوخت و نشر خبرها درباره وقوع این حادثه را دروغ و اغواانگیزی مرزی از جانب کشور همسایه می‌دانند. احمد جان شکرزاده رئیس جماعت اوفچی قلعه ناحیه باباجان غفوروف در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان گفت خوشبختانه مرز آروم است و نشر خبرها درباره سنگباران کردن ماشین‌های نظامیان قرقیز اساسی واقعی ندارند. نواری مناقشه گروهی با اشتراک 10 نفر در شبکه‌های اجتماعی تلویزیونی ارت نشر کرده است. با اطلاع منبع این حادثه در کوچه گگارین رخ داده است اما وقتی مشخص ذکر نگردیده است. دفتر مطبوعاتی ریاست امور داخلی ولایت مسکو خبر داده است که این حالت را مورد سنجش قرار می‌دهند. بر اساس حالتی ثبت شده چند نفر بین هم مناقشه می‌کنند که بالاتو کوب می‌انجامد. مقامات پلیس می‌گویند شخص اشتراکداران این مناقشه را معین می‌کنند و حالت‌های رخ دادن زن و زنی را دقیق می‌سازند. دادستانی ولایت مسکو اظهار داشته است که تحقیق قضیه را زیر نظارت می‌گیرد.
нурҳои ғайриоддии қутбӣ дар болои вулқони шевеҷлуч сабт гардиданд. дурахши шимолӣ чанд рӯз қабл ба навори дурбинҳои назорати истгоҳи вулқоншиносӣ дар камчатка афтидааст. ин видеоро роҳбари маркази вулқоншиносӣ килючев юрий демянчук ба ихтиёри риа новости гузошта дар бораи ин зуҳурот нақл кардааст. мутахассис тавзеҳ додааст ки чунин падида пеш ҳам рух медод, аммо феълан зери таъсири тӯфони магнитии қавии дурахш низ хеле рӯшантар буд. ба таассуф таъкид шудааст ки бинобар хосиятҳои дастгоҳҳои назорати видеоранга нест ва наметавонад тамоми зебоиҳои дурахши қутбиро инъикос намояд. дар ҳаминҷо мерасем ба парҷоми барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар таънисияту пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.